آجی قیافم رو ببین. تخمی تازه فرار کردم از کجا؟ از کجا؟ به این قیافه چی میخوره؟ از کجا فرار کردی؟ Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone. خب X back left right. سلام پیر سلام خوبی مامانم. من الان شوگر مامیت حساب میشم؟ نمیدونم بذارینم چی هست اینجا. خب کتاب میخونم. اوکی حاج خانم سواد داری اونو برداشتی؟ بیا یه لب بده ببند دهنو. چقدرم حاجی گرم شد. بذار پنجره رو باز کنم. حاجی آهنگمون نشته. چه هوایی. خب حرکت کن. نه ببند خاموشش کن. خیلی بده. خش میکنه. خاموش شو. آها ساکت شد آخریش. این سکه ها چیه؟ سکن اینا چی شد؟ دستم خود حاجی منو نگاه کن. پنجره رو میخوام باز کنم. هوا گرمه. دهنه تو خوب شد این سنه رو گرفتم. دهنت باز میکردی. خب ببین میخوای بری جلو بپیچی چپ. یواش سر چپ اونجا. من کجایی؟ الان تو دیواریم. دندقه بگیرن؟ نه مستقیم بیا برو تو کتا. چرا یهو احضار میکنه تو دهن من زبطو؟ بیا اینو از من بکش بیرون. بابا این صاف بیا بیا. خوب جلو چه دیره جلو. برو میگم بپیچ چپ. آها مستقیم. خب دیگه نپیچ چپ. مستقیم یکم چپ خیلی چپ. حالا بپیچ. میخوایم بریم کلا چپ. یا ببین بشکن فرمونو به شدت. مستقیم گاز بده. اینجا منگو با اینا خفه. کوله روشن کردی پنجره یخ زد. چرا یخ زد؟ کوله رو اینو از دهن من در بیار اول. کوله رو خاموش کن. بشکن راست. زیاد بشکن ها. گاز بده. بشکن کامل گاز. خوردیم دیگه. تو که نمیبینی. بشکن گاز. صداشو در نیار. زدیم به یه ماشین. ماشین خوبه؟ بپیچ گاز. من میگم کامل بشکن گاز. این چرا فعال میشه؟ گیره یه پیر سگ افتاد. بیا عقب. نه نیافته دهنم. دوست داری بگی تو دهن من. نکن بابا یواش باش. کم بیخم فام باش. خفه. آتیش گرفتم. یخ زدم. نه اصلا اوکی نیست. به نظرت من اوکی ام؟ دیگه رخم رفت. عصر یخبندان. خب خاموش کن دیگه. بلوطه بود. خب پنجره رو باز کردم. کل پنجره رو یختن زدن. مهتن گرفته. بشکن چپ. راست یا چپ؟ چپ. با تو دهنم دارم میگم چپ. گاز بده. گاز کری سمعک میخوای. اونو گرفتم.
نکن. هیچ انگوشت نمیشه از من دور کنی؟ برو اون ور. خیلی نزدیکه. نمیخوام بیا اینجا. میشه یکم دور کنی؟ چون ترسیدی. آتیش گرفتی. کلت داره میسوزه. از اینم تو داشت بود چی هست؟ هیچ. گیدان خونه. میسوختم. ما سختم ما بیش. بابا نظر بسوزم. چه باحال. یه ذره بگیرش. بابا سوختم. یه ذره بگیرش کجا؟ درسته؟ آره بابا بگم گاز بده دیگه. گاز بده دیگه. حرکت نمیکرد ماشین هستن. ها بریم. خب یکم کم سرعت کم کن. چپ بگیر تاته. اوه شت. من مرد تنهایی شبت ریدم شبت. برو اونور. برو اونور. خب نه بگیر ببینم ریدم میگم بگیر شب. دنده عقب میگیری بگیر دنده فرمود راست توی شب. خب بس حالا بگیر تا شب بعد داد بده. تون من فرمود بگیره چون گفت میشه. آها مستقیم یه ذره راست یه چوسه بیشتر از یه چوسه هم بیشتر یه چوسه دیگه یه خیلی رو چوسه حاجی الان دیدم خیلی چوسه خیلی بیشتر از چوسه. برو آها اوساپ رانندگی میبینی؟ حاج خانوم حاج خانوم بگا چرا اینگاه داری بهم میخندی؟ مردی چشات زبدک شد حاجی مرد آنه زنده شد نه آهای روشن نشد. خب چپ خود شانسه خودم حیرته ایم آفتر بگیر شب بعد باز حالا راست خب دلش رو فرمون صاف شه آها کدوم سم؟ خوردیم که به چه خوردیم؟ من باید اینا بده من تیکت میخواد من چه دسته چه تیکتی؟ اون وقت چیه ببین اونجا یه چیزی هست اون وقت نگاه کن یک لحظه علماق نکن. آها تیکت این پشمام تیکت کوفت یکم بیا عقب خیلی یه ذره بیا عقب تا تیکتو بندازم یه ذره بس انداختی؟ بگیم ماره چرا باز نکرد؟ باز کن درو چه دیگه هم داریم وایس یه تیکتی یایس از این سکه ها نباید بندازی یا آره برو دیدی گفتم هوش امیر برو بگیر راست دنده در مدار باز بده دیگه سایپا بگیر راست ماجی من فرهنگم نه بد میشه اصلا نایسته نه جلو میگه نه عقب گاز نمیده دیگه به چه پرابلمی خوردیم؟ هیچ پرابلمی نیست باز گاز نمیده این به خاطر ایناست این چیز نیست که جبه حضور زمینه اصلا تو گازو گرفتن وای آره اینا نمیذارن گاز بدن